هموطنان عزیز، به مناسبت این آیین مبارک دینی و اعتقادی عید سعید فطر تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک فرد کشور روزگار با سعادت و برای وطن عزیزمان صلح و ثبات جاودانه آرزو می نمایم. در ماه مبارک رمضان و ایام هر یک فرد بیداردل کوشش می کند که عمل خیر انجام دهد، دل یتیمان و معیوبان را شاد گرداند، به بیماران و عائله های کم بضاعت و بی‌سرابان مانده دستی کمک دراز نموده صاحب ثواب گردد. در عرفه عید انجام دادن خیر و صدقات و سخاوت کردن عنعنه و سنت نیک می باشد که مردم ما با آن اعتبار جدی می دهند. طبق احکام شریعت هر بنده مؤمن و اعتقادمند محض برای آن خیر و صدقات میکند یا عمل نیکی را انجام میدهد که در نامه اعمالش نوشته می شود و بعد از مرگ یعنی در آخرت باعث سعادت و رستگاری او می گردد. اگر چنین است پس بهتر نیست که هر یک بنده مؤمن کوشش نماید که گناه نکند و دل کسی را نرنجاند. همچنین بهتر است که فرزند صالح برای زنده نگاه داشتن نام نیکی گذشتگان و مخصوصاً پدر و مادر خود مکان زیست یتیم عائله بی‌سرابان مانده یا کم بضاعت و معیوب را آباد سازد، راه را تعمیر نماید، به محل آب برآورد، در بنیاد مؤسسه تعلیمی و طبی یا در تعمیر آن سهم گذارد، با تشکیل کارگاه جای کاری تأسیس دهد یا دیگر عملی را انجام دهد که به دیگران منفعت بخشد و ثواب جاریه داشته باشد. این کارها نسبت به برگزاری هر گونه معرکه های یاد بود، آراستن دسترخوان ظاهر پرستانه و اسرافکاری البته ثوابی بیشتر دارند. با مردم نیازمند از قبیل یتیمان و معیوبان، بیماران و بی‌سرابان ماندگان و دیگر شخصان کم بضاعت و احتیاجمند دست یاری دراز کردن در قرآن کریم همچون عامل‌های ذکر شدند که باعث خوشنودی خدا می‌گردند. در این بابت خداوند در آیت 160 سوره انعام به طور مشخص می‌فرماید هر کس کار نیک انجام دهد پاداش او 10 برابر است. پیغمبر اسلام وابسته به این مسئله در یک حدیث خود فرموده است وقتی بنده میمیرد عمل و هر رابطه‌ای که با دنیا داشت از وی قطع می‌گردد غیر از 3 چیز: صدقه جاریه،
علمی که مورد استفاده دیگران قرار گیرد و فرزند نیکی که برای او دعا کند. از این رو مردم از جمله جوانان در زندگی خود کوشش نمایند که عملهای خیری به منفعت جامعه روان نشده و به رشد دانش و معرفت نگرانیده شده را انجام دهند. مهمتر از همه به پدر و مادر خود خدمت کنند، رضایت و دعای نیک آنها را گیرند تا اینکه عمر با برکت بینند. هموطنان عزیز، باعث قناعتمندی است که مردم ما بعد از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ماهیت و منفعت آن را درست درک نمودند. امروز مبلغ‌های صرف شده شهروندان برای بهتر کردن شرایط زندگی، بنیاد و آباد گردانیدن منزل‌های استقامتی و دیگر عمل‌های خیر روانه شده ایستادند. گذشت وقت و از جانب دیگر تا رفت مرکب و مشکل گردیدن وضع تأمینات مردم سیاره با مواد غذایی، عاقبت‌های تغییریابی اقلیم، کم‌آبی و خشکسالی در اکثر منطقه‌های عالم از جمله در کشور ما درستی اقدامات در این سمت اندیشیده ما را نشان داده ایستاده است. هموطنان عزیز ما قحطی و گرسنگی شالهای جنگ تحمیلی شهروندی را خوب در خاطر دارند. بنابراین هر یک عائله و تمام ساکنان مملکت را ضرور است که در برگزاری مراسم و معرکه ها از جمله در روزهای عید با زیاده روی و اسرافکاری و نمایشکاری و ریاکاری راه ندهند و در فکر اهل عائله و فرزندان خود باشند. با جای نمایشکاری و اسرافکاری ما باید کوشش کنیم که برای تعلیم و تربیت فرزندانمان شرایط بهترین مهیا سازیم. آنها را با غذای با صفت، سر و لباس و اسباب و اشیای خانیش تامین نماییم. در اندیشه باز هم بهتر کردن شرایط زندگی و ذخیره مواد غذایی برای اهل عائله خود باشیم. تکراراً تأکید می سازم که ما باید بیشتر در فکر تربیت و تأمینات فرزندانمان باشیم، آنها را طور تربیت نماییم که صاحب علم و دانش و کسب و هنر شوند، با دولت و ملت صادق باشند، وطن را صدقاً دوست دارند، اراده مستحکم داشته باشند، سرزمین اجدادی خود را در آینده صاحبی و آباد کرده